هفته خبر تو خبر داره براتون از پارس خوابیده شیخ فری که به نظر هارت و پورت می اومد اما به شدت بوی جام زهر میداد. مسیر کشتیرانی نفت رو در تاریخ ما امنیتش برگزار کردیم و برقرار کردیم. یادتون نره با دم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد. البته به این ادا و اطوارای شیخ فری و ابرو نازک کردناش نگاه نکنید. این شیخ بنفش از اون آخونداییه که با یه پخ اینجوری چپ میکنه. از اون طرف وزیر دفاع شیخ فری هم به صحنه اومد تا با نشون دادن این موشک‌های اسباب بازی سر بسیجی‌ها رو شیره بماله. ما در محیطی زندگی میکنیم که دشمنان وقیح و انسانهای شروری مثل حاکمان امروز آمریکا و اطراف ما هستند که جز زبان زور اونها چیزی نمیفهمند و جز تهدید قاطعانه در مقابل تهدید اونها راه دیگری نیست. بله، البته خود این سرتشتک نظام هم میدونه که وقتی نوبت به شلیک این موشک‌ها برسه با یه چنین صحنه‌ای مواجه میشه. در آستانه شروع تحریم‌ها و وضعیت قمر در عقرب عظما این خرچنگ عمامه‌دار نظام هم به صحنه اومد تا با سیلی روسیه و چین صورت عظما رو سرخ نگه داره. این که مقام معظم رهبری رئیس محترم جمهور پیک ویژه میفرستن به روسیه، این که ما مراوده داریم با چین، این که مراوده داریم با هند، این یک رفتار کاملا بر اساس قانون هست. البته مراوده آخوندا با روسیه و چین یه چیزی توی مایه‌های پلو ماهی خوردن این باباست. بله، چین که تکلیفش روشنه و به صراحت گفته نمیتونه کاری برای عظما بکنه. وضعیت روسیه رو هم از زبان این پاسدار علایی بشنوید که با نقل یه خاطره همه حرف رو میزنه. روسیه در این دورانی که من در آسمان بودم، در دورانی که برجام به نتیجه رسیده بود، 3 فروند هواپیمای سوپرجت 100 که روسیه تولید میکنه با کمک غربی ها قرار شد به ما اجاره بدن. 2 سال مذاکره کردن، آخرش سفیر روسیه 3 بار اومد پیش من گفتش که ما نمیتونیم این رو حتی به شما اجاره بدیم چون بالای 10% قطعاتش امریکاییه. من گفتم شما که میگفتید ما ابرقدرتیم و قدرت بزرگی هستیم، چطور یه هواپیمای ساخت داخل کشور خودتون رو میگید ما حتی اجاره به ایران نمیتونیم بدیم؟ اونا میگفتن که شما آمریکا رو مثل ما درک نمیکنید. البته بذارید دل عظما به برجام اروپایی و مراوداتش خوش باشه، اما خودش هم میدونه اینا همش نمایشه و 2 قدم بعد کله پاست. وضعیت واقعی نظام ولایت رو باید از زبون این بازجوی سابق و مثلا اصلاح طلب امروز شنید که خیلی خلاصه 2 ریالی همه رو میندازه. وقتی که جامعه به وضعیت بنبستی میرسه خود این محرکی میشه برای خروج از بنبست. الان جامعه ما از منظر شما توی بنبسته؟ یعنی سیاست‌های گذشته اگه بخواد ادامه پیدا کنه هیچ بهبودی حاصل نخواهد شد. توی این کوچه بنبست تنها کاری که برای عظما باقی میمونه اینه که یه گوشه بشینه و بکوبه تو سرش.
در نظام ولایت شیوه های زیادی برای دزدی وجود داره. یکی از این شیوه ها اسمش جریمه است. دلیلش مهم نیست، مهم اینه که به اسم جریمه بچاپن. اگر کسی در سن خودرشد، در سن فرسودگی قرار گرفته باشه، روزانه 45,000 تومان به ازای هر ترددی که در داخل شهر تهران داره و از زیر دوربین ها عبور میکنه، به ازای هر روز 45,000 تومان براش داره جریمه اعمال میشه. در مورد معاینه فنی هم روزانه هر روز که ماشینی که معاینه فنی نداره از زیر در واقع دوربین های راهنمای رانندگی عبور بکنه، روزانه 50,000 تومان براش نداشتن معاینه فنی اعمال میشه. حالا این پولای دزدی علاوه بر جیبای آخوندا و آقازاده ها دیگه کجا میره؟ بله، یه بخشش نیروگاه برق میشه، میره عراق. ایران تصمیم دارد یک نیروگاه تولید برق به رایگان در شهر نجف عراق تأسیس کند. خبرگزاری مهر نوشته کار ساخت این نیروگاه با ظرفیت 500 مگاوات و هزینه معادل 400 میلیارد تومان در منطقه الحیدریه نجف آغاز شده است. در حالی برای عراق نیروگاه مجانی میسازن که در ایران خودمون وضعیت اتاق عملها اینه، یعنی مریض زیر تیغ جراحیه اما برق نیست. چک کردم، من چک کردم. نه تا اینجا چک کردم. ببین یه دونه چراغ داشت اونجا، جمشید خاموش کرد. الان کار میکنه تو همین الان. عملی گردنه. این دلقک خمینی هم به جای اینکه بیاد دزدی‌های خودش و همریشاش رو کنه، اومده واسه اختلاسگرا روزه میخونه که مبادا دوچار چشم و همچشمی بشن. یعنی دور میزنیم قانون. بله، یعنی قانونای ما سوراخ داره. بعضی آدما خبیثن، بعضی آدما پاکن، قانونشون سوراخ داره. بعضی هم قانون خوبه هم چیزه، بد اجرا میکنیم. بعضی میگن ها که همه میخورن به زمانم بخوریم. چطور او اینقدر اختلاس که پس به زمانم میخورد گرونتر بفروشه. یکی کسی اومد از خونش بیرون دید یکی کسی با زغال بدخط، با خط بد، اینم با زغال به دیوار تمیز می‌نویسه مثلا چی؟ یه شعاری جمله می‌نویسه. صاحب خونه گفت آقا دیوار به قشنگی رو چرا با این خط بد و زغال خرابش کردی، سیاهش کردی؟ گفت من که نیستم، اونام نوشتن، برو اونو بگیر. گفت اونام که نوشتن گور پدرشون خندیدن. گفت خب من گور پدرم بخندم بذار بنویسم. منظورش اینه که تو مسابقه بخور هر کس ابتکارات خودش رو داشته باشه و به دست اون یکی نگاه نکنه. یکی از شرکت کنندگان مسابقه بخور این بوفالوی ولایته که اخیراً پرونده دزدی‌های فک و فامیلش رو شده و اونقدر مردم تو فضای مجازی چلوندنش که دادش به هوا رفته. نه تنها به من، به بچه‌های من که کار منم فحش و تهمت میزنید به عنوان جواب یه حرفا. شما جواب منو میخواد با این فحشا بدید. خب بچه‌های من چی گناه کردن؟ اونا چرا فحش میدن؟ خود من بدید. اگر جواب من فحش دادن تو فضای مجازیه. مهره‌های نظام دارن کلان اختلاس میکنن، بعد این مجری تیویریش اومده ازشون خواهش میکنه، میگه حقوقتون رو کم کنید. سر کی رو میخوای گول بمالی حاجی؟ آقایون مسئولین، اگر تا دیروز 20 میلیون تومان حقوق قانونی خودتون میدونستید و بالای 20 میلیون تومان رو حقوق مثلا نجومی، امروز حقوق 5 میلیون تومان رو خواهشن ماکسیمم حقوق خودتون بدونید که مردم هم حس کنن. من واقعا میگم اینا واقعی. آیا رئیس جمهور 8 ساعت رو بکنیم 9 ساعت اتفاق خاصی نمیفته. مردم توقع دارن تو این شرایط مسئول جمهوری اسلامی بگه آقا من تا دیروز 12 میلیون تومان حقوق میگرفتم، از فردا تمام مزایامو حذف میکنم، 5 میلیون تومانم به خدا کسی نمیره، ما کمتر داریم میگیریم، به خدا زنده ایم. این مشنگ مفنگی که ملاحظه میکنید سالها وزیر خارجه آخوندا بوده، الان هم مشاور عظماست. بعد ببینید در مصاحبه با راشیا تودی از روی نوشته چطوری انگلیسی حرف میزنه. یعنی اصلا مسخره تر از این دارین؟ In Syria legally should remain there to maintain this victory
against the terrorist group if and its allies will continue their efforts, for government of Syria will be in dangerous situation with the new development of the terrorist group issue. وزیر خارجهشون که این باشه تکلیف بقیهشون روشنه. این رئیس پلیس فتای آخوندا رو ببینید که به پسورد میگه پسفورت، به ماسک هم میگه ماکس. پسپورت هم که غالب شهروندان عزیز ملت عزیزمون خودشون میگن. فرد کارگرش کسی که کنارش هست پسپورت ها رو یادداشت میکنه، شب میره روی ریدر تمام 16 رقم رو برمیگردونه، پسپورت ها رو هم داره، میره در واقع تو مراکزی که کارتای PVC فروخته میشه، کارتای مگنتی فروخته میشه، برای در باز کنه که دونه 100 تا 1 تومن هستش، 100 تومن هستش، میخرن، کدو برمیگردونن رو این مگنت، پسپورت روش مینویسن، میان ماکس میزنن، عینک میزنن، جلوی ATM حساب رو برداشت میکنن، رمز دوم اگر باز باشه رمز دومشو باز میکنن، خریدای گسترده اینترنتی میکنن. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به جنگولک بازی‌های رئیس شورای شهر یکی از شهرهای جنوبی بندازیم که مثلا خواسته شیوه‌های جذاب و ابتکاری خلق کنه اما کله معلق زده. تشکر ویژه‌ای می‌کنم از جناب آقای مهندس گراوند، از جناب آقای ستوده معاون محترم. رئیس شورای شهر اهرم برای حل مشکل آبیاری نخیلات به این شیوه از استاندار و مسئولان تشکر می‌کند. این یه کار جهادی بود، یه کار انقلابی بود. عباس صبوری پیش از این هم در فضای مجازی خبرساز شده بود. وقتی در جهت حمایت از کالای ایرانی یک دستگاه تلفن خارجی را که در مراسم روز دهیار دریافت کرده بود به نشانه اعتراض خرد می‌کند. البته این صحبت از حل بحران آب ایران نمایشی بیشتر نیست. حل مشکلات مردم اونم توسط کارگزاران رژیم یه چیزی مثل این میمونه. ادا و اطوار زیاد داره ولی تهش هیچی نیست. در خبرها بود که پوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای رانندگان قزوین ممنوع شده. این هم پاسخ مردم، البته به زبان طنز. آقا سلام. آقا کی میگه مسئولین به فکر نیستن؟ مسئولین در این لحظه اساس به فکر همه چی هستن، حتی به فکر آستین کوتاه رانندگان تاکسی هستن. در این لحظه اساسی که دلار گرون شده، ارز ما کمه، طول ما زیاده، برق ما میره، آب ما نمیاد، مسئولین زیر رفتن و در همون زیر تصمیم گرفتن و کار تمام کردن. واقعا من تشکر میکنم ازشون. واقعا مسئولین به فکر این هستن که راننده تاکسی بایستی آستین کوتاه نبوشه. در هفته‌های قبل نمونه‌های از آخوندهای خواننده رو تقدیم حضورتون کردیم، اما ظاهراً با توجه به وخیم شدن اوضاع نظام این سریال ادامه داره و هر بار یه خواننده جدیدی بهشون میپیونده. اینم جدیدترینش. توی تیوی ریش برنامه گذاشتن که مثلا درباره مبارزه با مواد مخدر صحبت کنن، اما مجری و مهمان میرن تو فاز نوستالژی و اندر فواید نشئجات صحبت میکنن. سالها تو ایران بالاخره تریاکی دارو بوده و خدمت شما که از کان نون خشخاشی، شما همین تخم خشخاش بود. من خودم تو کازرون قدیم خودمون همین چیزاشو میبردن، خشخاشاشو خالی میکردیم میخوردیم. تخماش خیلی خوشمزه است. نون خشخاشی که گفتن یارو کنجد، ما بچه بودیم شکر توش میزدیم میخوردیم. یعنی الان اینا بوده دیگه. یعنی تخمش هم مثلا برای دونا یعنی خیلی لذیذ می‌کرد نونا رو، نون تخم خرد. ما حالا بحثا که چرا مثلا چی شده؟ قبلا مثلا دندون درد بود، گوش درد بود، نه با تریاک علاج میشد. حتی عمرای طولانی با تریاک پیدا می‌کردن مردم
و حتی ضعف‌های پیری و حتی مثل دیابت مثل بقیه‌اش با تریاک چیز میکردن. معناش یعنی پادزهر. آره. اول که گرایش به مواد مخدر چیه اصلا؟ یعنی آیا بده یا خوبه؟ عادی نبود، طبیعت نبود، بشر دنبالش نمیرفت. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی این درام نواز بی‌نام و نشان جلب می‌کنیم که خودش به تنهایی یک گروه ارکستره.